الرحیم شب بواقع دیدم علامت عرصات که میزدن به میزان عدل صوم و صلات. من و گناه بد خویش مانده بودم مات که ناگه از طرف هادی طریق نجات ندا بداد که ای باز مانده از حسنات غمین مباش و بگو این کلام با برکات که بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات. اشرف انبیا رسول الله این چنین گفت ترک و بیگاه زینوا مجالسکم بمدیح علی ولی الله. دم از محبت تو زنم تا دم ابد من خاک آستان تو ام یا علی مدد. خواهیم که هر دو وقت به فریاد ما رسیم اول دم ممات و دوم در تی لحد. بزرگ فلسفه قتل شای دین این است که مرگ سرخ بی از زندگی ننگین است. حسین مصدر آزادگی و آزادی است خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است. نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین است. صلوات گوش کن گر عشق شداری بسر این حکایت راز مردان خبر. بود در بحرین مرد از مومنان از محبان شیء تشنه لبان. هر محرم آمدی در شور و شین می نمودی سوگواری بر حسین. این شنیدستم تمام اهل شهر ناصیبی بودن از حق بی خبر. بغض اولاد علی بود کارشان از وزیر و رعیت و سلطانشان. از قضا کردی شب حاکم گذر از در کاشانه آن خوش سیر دید می آید صدای شور و شین و حسینم و حسینم و حسین. گفت با همسایگانش قصه چیست این عزاداری و غوغا بر کیست. گفتنش که این رافیزی باشد از آن می کند ارسال این غوغا ایانه.
این حکایت را چو آن حاکم شنید گفت باید خانه‌اش غارت کنید. ریختن آن قوم اندر خانه‌اش ساختن کاشانه چون ویرانه‌اش. مرد را محبوس کردن از جفا تا که شد در گوشه زندان گدا. بعد چند شد چو از زندان رها باز آمد شیعه را مایه عزا. آمدن در خانه و غمگین نشست دست را بنهادن در روی دست. دید او را همسرش چون دل غمین گفت بر مال دنیای هزینه. در جواب آمد غمم بر مال نیست خانم غم خانه چون ارسال نیست. گفت زن آن عاشق دل ریش را چون غلامان بر جوان خویش را. در بیرون شهر بفروش از وفا کن عزاداری برای شاوفا. در سخن بودن کامد آن پسر از قضایا شد تمامی با خبر. گو بابا صد چو جان من فدا در عزاداری شای کربلا. پس محبت مادرش جانا نکرد گیسوان آن جوان را شانه کرد. چون غلامان با پدر آن نوجوان جانب صحرا و هامون شد روان. چون رسیدن هر دو تن بیرون شهر گشت ناگه یک سوار جلوگر. گفت با و آن سوار ملکا میروی با این پسر اندر کجا. گفت او را میبرم بهر فروش گفت بر من این جوان را می فروشد. پس سوار از خود زن تقدیم کرد مرد بگرفت و جوان تسلیم کرده. سر گرفت و شد سوی خانه روان دید مادر باب را به نوجوان. گفت آرام دلت بفروختی بهر فردا توشه اندوختی. گرچه از اجرش همین عالم ز دل لیک از زهرا نمی باشم خجل. ناگهان دیدن در قلباب شد بازگشت آن کس که او نایاب شد. نوجوان آمد بچشم اشک و بار گفت بابش از چی بنمودی فرار. گفت بابا من فراری نیستم گوش کن تا گویمت من کیستم. چون شدی از دیدگانم ناپدید گشت جاری اشک چشمانم شدیدم. گفت با من از محبت آن سوار ای جوان بهر چی گشتی اشک و باره. گفتم آن مرد مرا بفروخته با محبت بوده قلبم سوخته. گفت حق داری کو نیز داری بدر چون جدا گشتی پسر جان از پدر. تا شنیدم این سخن رفتم ز هوش بار دیگر آمدم چون من به هوش. گفتم آگاهی مگر از کار ما کیستی واقف شدی ز اسرار ما. گفت با من عالم دل سوخته در عزای من تو را بفروخته. گر مرا بشناختی داری عجب
نام من باشد حسین تشنه لب. کردم آزادت بروی نوجوان، مادرت از هیچ گشته ناتوان. لیک بهر من عزاداری کنید، ترک ننمایید و غمخواری کنید. جان فدایت شهی گلگون قبا، از پدر آن نوجوان چون شد جدا. و ساعت رازی نگشتی آن پسر، می نبیند مادر و روی پدر. لیکن غمها رود از یاد ما، گشت آزم چون بسوی اشقیا. و میوه دل نور چشمان طرف، 18 سال علی اکبر. از قضا شیون کنان چون مادرش، خاک غم میریختم بر سرش. کی جوان لیلا به پایت پیر شد، بعد از این زندگانی سیر شد. سالها زحمت کشیدم ای جوان، تا جوانی کردمت اندر جهان. روزگار بی وفا آخر تو را، شهر غربت کرد از مادر جدا. ای بسا شبها نخفتم تا سحر، بر سر بالینت ای نور بصر. از فراقت دارم ای مادر یقین، همچو تابی می شوم گوش نشین. دریاب خستگان غمت راز حادثات، ای دستگیر پیر و جوان گم شدگان. یا علی مدد، ورد ما این است دائم الاوقات، که به زهرا گل گلزار محمد صلوات.